درود شنوندگان گرامی. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری. آغاز گفتار 26. از گرد آمدگان به جدا کردن آن دو نفر کسی نکوشید. پایهایم یک دو مراتبه مرا به اختیار به سر آن هنگامه نزدیک بردنی شدند، ولی خود را با زور نگاه داشتم. قاریکه چند بار تعیین کرده بودند که در این گونه موردها زینهار به جنجال مردم دخل نکنیم. تعیینات سردارمان به نظر معقول می نمود. در این مملکت یگان نفر نماینده دیپلماتی یا تجارتی یا یگان خیلی دیگری وکیل دولتی ما نیست. رفت و به جنجال بیامیزی. کسی نمی داند که عاقبت چه خواهد شد. آنگاه به نجات حکم بیگناه که در بین دو کس فقط صلح آوردندی می شد کی خواهد کشید؟ حتی از ترتیب ظاهری اینجا پی بردن ممکن است که از تصادف و ماجرای بیامیزی دادت هیهات به جای نخواهد رسید. یکمین بار در عمرم جدال دو نفر را از دور نظاره می کردم. خیریت سربازان پیدا شده آمده مردی نوچه را به یک سو و جوان جنگجو را به سوی دیگر پیش کردند. آبکش ها، حمالان و دکانداران گرد و پیش سر و لباس خاکالود و پارشوده اصیل زاده های جنگرا را با تمسخر تماشا کرده بین خود لبخند کنان صحبت می کردند. در راه منزل یک جوان تقریباً 25 ساله خیلی با تمکین با من همگپ شد. شما از مملکت آمدید؟ پرسید او. بله، از تاجیکستان. آیا راست است که سردار گروهتان قاریکه هستند؟ راست. دیروز یک غلامم مکتوب آورد. کدام از همشهری ها داده است. 2 روز باز جای ایستتان را میکابم. ما مهمان زینی کوشکیم. مرا همراهتان میبرید؟ حکم قطعی و ایراد ناپذیر. از آهنگ التماس نام و نشانه ای نیست. با گوشه چشم به اندامش نگریستم. از قبیل الله نظر و مخصومی مجمجدهانی ما. میوه نادر طعم خودی همان محیط، همان آداب. غلام داشتنش را به ایما میگوید. دولتمندان اینجا عصرهای میانه و ایامی از آن پیش برین غلام و کنیزها دارند، اما نه هر کدامشان این را آشکارا به گردن میگیرند، چون که دولتشان رسما اعلان کرده است که از این پستی در ملک آنها آثار نمانده است. حالا برای این جوان مرد از خوردن غمی آبروی بین الخلقی دولتش دیده تعریف سهولت و ثروت خودش اولاتر است. و اعتمادی کل دارد که صاحب غلام بودنش را گفته اعتبار خود را در نظر یک مسافر چند زینه بلندتر برداشته است. همراه نو نامی مرا پرسید. من هم اصل و نسب او را پرسیدم. وی عیسی خواجه تاجیر بوده است. عائله او پس از ریولیوسیون کبیر سوسیالیستی اکتبر به قاشقر فرار کرده بوده است. بعد آن که در خطای کمونیست ها خوجین شدند، ما به این سو آمدیم. نقل میکرد عیسی خواجه. عاقلانه کار کرده اید، گفتم در دلم. خیریت که از خطای یا به ویتنام یا به کوبا نگریخته اید، وگرنه باز یک بار کوچ برداشتنتان لازم می آمد. عیسی خواجه در مکه مکرمه
در طایف مبارک دکانهای بزازی و بقالی داشته است. صاحب کیم چند تا اتومبیل، غلام و حولی ها بوده است. در مملکت یک امکزاده هم مانده است. گفت عیسی خواجه میخواهم به او سیاره تحفه کنم. نیتی خوب. اگر پولش را از اینجا دهم به او از آنجا سیاره میدهند. در مسئله های سودا بلد نیستم. خوب میشد که این چیز را از قاری اکا یا از ترجمانی ما عبدالصمد اکا بپرسید. سوال و جواب تمام شد. عیسی خواجه باز قیافه پیشترش را گرفت. قیافه از وقار و صلابت، سرشار شخصی که حتی با آدمی هم مرتبه حرف گفتن را آر می داند. بار تبسم کنند، گمان می کنند که نوعی بشر از التفات آنها باید اکنون تا ابد منت پذیر باشد. در نزد درآمدگاه منزلی زین کوچک او ابروی خود را سهل جنبانیده با همین اشارت خیر خوش کرد. کیست این امیرالمومنین؟ پرسید اسرافیل که در بالای زینه منزلگاه همان مرا انتظار می نشست. عیسی خواجه سابق هموطنی ما که حالا دکان، اتومبیل، زن و غلامی بسیاری داشته است. این خیلی پا پرتافتنش بهوده نبوده است که در سایه امارت دمی نشستیم. از طرف کوچه قاری اکا، 3 پیرمرد و از همه قفا ترجمان و الله نظر قاری نمایان شدند. سروزیر امیر فیصل 2 روز باز در مینای مبارک بوده است و اینها به قبول او رفته بودند. الله نظر در پیش ما کمی توقف کرده از مراسم قبول حکایت کرد. امیر اعظم با دیگران 2-3 دقیقگی صحبت می کردند، اما به ما 12 دقیقه بخشیدند. گفت او. از چشمان قاری برق شادی برمی شست. در سری پیراهه اکنون جثه گران ملا عراقکه نمایان شد. قربان، گفت اسرافیل، میخواهی یک پیشگویی کنم؟ کو ببینم. ملا عراقکه بعد 1 دقیقه به نزد ما می رسد و اولین چیزی که خواهد گفت این است: دکتر جان، یک تداد کنیم؟ انا می بینی؟ خواهی گرو می بندیم. بی گرو هم معلوم. پس چرا گپ نمی زنی؟ می خواهم بفهمم که آیا رفته رفته خودش بس می کند یا نه؟ هی ساده، تو گپ نزنی، من می گویم. ملا عراقکه به پایه زینه رسیده بود و یک تا قدم مانده توش بزرگی عرقشارش را با عذاب از پاغونده های زینه بالا می کشید. راستش را گویم در این 10 روزی سفر با سیگاریت من شریک شدنی او آنقدر معقول نبود، لیکن به گفتن رویم نمی شد. به هر حال ملا است، سینش هم از من کلان. از چمدانم برای 4 روز عرفات و مینا از احتیاط 8 پچکه سیگاریت گرفته بودم. دین بیگاهی تمام شد. حالا از ناعلاجی سیگاریت قیمت بهای کنت می کشیدم که نرخ 1 پچکش به ارزش 2 کیلو قند یا برنج برابر است. از پولی که برای آب و میوه می دادند صرفه کرده سیگاریت گرانبهای امریکایی می خریدم. ملا عراقکه 1 دسته جوراب مردانه، رویمال، 1 قالینچه دیواری ایتالیانی برداشته می آمد. خریدش را به گوشه گذاشته از پهلوی ما نشست و عرق سر و رویش را پاک کرده گفت: دکتر جان، 1 تا نشأه کنیم؟ اسرافیل پیقی کرده خندید. دادرم،
به چی میخندید؟ هم تو یک واقعه به یادم رسید. اسرافیل حکایت کرد. نازکشی بوده است که یک عمر از نازکدوی دیگران ناز میکشیده است. بار یک شناسی نوش را دیده میگوید: ای سلام علیکم، نخ هستید، بردم هستید، اهل بیت خویش و تبار همه بردم به قوتند، کنی یک کدوی گیرید. شناسش ناز کدو را برآورده می دهد. فردای آن روز آن شخص را دیدن زمانا باز می گوید: ای سلام علیکم، نقص هستید، بردم هستید، اهل بیت خویش و تبار همه بردم به قوتند، کنی یک کدوی گیرید. شناسش ناز کدو را می دهد. لیکن دفعه سوم هنگام ملاقات آن شخص هنوز به سلام و کلام دهان باز نکرده، صاحب ناز کدو می گوید: و علیکم السلام، و علیکم السلام، نقص هستند، بردم هستند، اهل بیت خویش و تبار همه بردم به قوتند. لیکن اگر ناز خواهید، صاحب ناز کدو چیزی را علاوه می کند که به تکرار کردن آن احتیاج نیست. ملا اوراقکه سرخ شده، بعد یا توبه یا الحذر گویان گریبان خود را داشت و سپس خندیده فرستاد. شکمی بزرگ خود را لرزانیده با ذوق تمام می خندید. یا توبه یا الحذر. حج مبارک. از کوچه های نیم خالی مینا گذشته به سوی مکه مکرمه می رویم. میزبانان ما به حساب و کتاب خراجات و ستانیدن دلار و ریال استخوان نداشته باشند هم کار به سر خدمت رسد حجر می ماندند. خودمان پیاده اتوبوس می جوییم. خیریت پای من صحت شد و بی عصا گشته می توانم. سوداگران دکان و خیمه و چتر و پلاسهایشان را غون داشتند. اکنون به تماشای حسن ایدگاه چیزی خلل نمی رساند. همه جا هر پارچه زمین که به مد نظر می رسد پر از پوست و کله پاچه، شکمبه و روده پوسیده و توده توده استخوان حیوانات. پس کوچه و پیره های بین دو کوچه کلان متواضع مینای مبارک پر از نجاست. احتیاط نشده قدم گذاشتن خطرناک است و کس مجبور می شود با یک دست لطه ببینی خود داشته پیوسته به پیش پا چشم دخته چیده چیده پای ماند. از بس که دست دیگر با چتر و سمکه بند و ابر مگس در بالای سر منتظم غواص می زند، کس وادار می شود که در عین زمان کله خود را به هر سو افشانده و تکان داده راه پیماید. شیطان کوبی سوم و آخرین سردکک گذشت. ظاهراً مضحکه مراسم اکنون به ادراک مردم نهایت رسیده بود. به تعیینات با اصرار نگاه نکرده یکی از قاریه های پیر مشکاب کوچگی را نگاه داشته آب نوشیدنی است. در مینای مبارک هم 3 روز باز تأکید می کنم که از کوچه آب خام ننوشند، چای یا کوکاکولا بنوشند. کمینه ترغیباتچی کوکاکولا شدم. اگر صاحبان شرکت کوکاکولا روز از این کار من آگاه شوند، احتمال در یگان گوشه به نام طبیب سویتی هم لو
راه باغچه نمودار شد که 3-4 درخت خرما داشت و زمینش را پل کشیده پیاز و یک چیزی کاخ مانند کاشته بودند. موسفیدان ما گفتند که دیگر پیاده گشته نمی توانند، بگذار سید عبدالکریم پیش رفته سیاره پیدا نماید. سید گردن خارخاران بیرفت. ما از آفتاب مینسوز به سایه کلبه کنار باغچه پناه بردیم. مسافران دیگر نباتاتی با آب چا سبزانیده صاحب باغ را پایمال کرده از سایه درختان جای گرفتنی می شدند. باغبان از پس آنها با کلتک دراز دویده به کوچه پیش می کرد. از دهان او لحظه دشنام و حقارت کنده نمی شد. حاجی؟ گفت اسرافیل. خوشبختیت را فهمیده ایستاده ای؟ از کدام جهت؟ از آن جهت که زبانی عربی را نمیدانی. نمیدانی که صاحبی باغ حالا بزن و بچه این مسافران چی صفتهای را روا می بیند. گپ اینجا باشد در واقع خوشبخت بودم. سید عبدالکریم افتابوس نیافته آمد. باز پیاده براه برآمدیم. پیشا پیش ما گروهی کلانتری حاجیان دیگر کشور می رفت. بعد مدت یک افتابوس خالی پیدا گردید. همه برابر خود را به در افتابوس انداختند. حاجیان کشوری همسایه بسیارتر بودند و ضمن این اهلانه عمل می کردند و به افتابوس از همسفران ما پیشتر سوار شدند. من و اسرافیل خستن از همه قفا سوار شدیم. لیکن در درون سیاره تلاش برای نشستگاه‌های براحت‌تر هنوز دوام داشت. سمکه ترماسداری خود را در راه روی تگی سالن به سر کیف برداشته به دم ماشین روان بودم که ناخواست تیاخی آمده به سر ترماس برخورد و شیشه نازکی آن چینگه چینگه شده به درون پوسلاخ مجق شده اش ریخت. معلوم شد که ضربه تیاق را یکی از حاجیان کشوری همسایه اصلاً به سر مخصومی مجمج دهان روانه کرده بوده است که با او در بالای جای کشمکش داشته است. ترماس بلند برداشته من مانع شده است که ضربه تیاق به هدف اصلیش برسد. دماغ اسرافیل سوخت. او نه به من و نه به کسی دیگر نگاه نمی کرد، گپ نمی زد. کمتر باشد هم فعل او را آموختم. از چیز خشمگین شود به کسی نمی نگرد، به نقطه های گوناگون آسمان یا سقف خانه غضب‌آلود نگاه ها افکنده پس پس سلفه می کند. حالا او بغیر از سقف سالن به چند کرسی که در قطارهای پس افتابوسی دراز خالی مانده بود نگاه های خشم